بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. السلام علی من الاجابة تحت قبته. سلام بر کسی که دعا زیر گنبد حرمش مستجاب است. سلام به روی ماه همه شما عاشقا و دلداده ها و سوگواران حضرت سار الله. الهی که حالتون خوب باشه، قبول باشه، عزاداری هاتون، سوگواری هاتون، عرض ارادت ها و محبت هاتون تا به اینجای ماه عزای سید الشهدا محرم الحرام. امیدوارم هر آنچه که به عنوان اقامه عزا تا به این لحظه از من و شما ثبت شده مورد تاییدشون قرار گرفته باشه و ذخیره خوبی بشه برای ادامه مسیر زندگیمون و قبر و قیامتمون به برکت سلام و صلوات بر حضرت سید الشهدا. صلی الله علیک یا سار الله. و سننت السنن و ادفعت الفتن و دعوت الى الرشاد و اوضحت سبل السداد و جاهدت فی الله حق الجهاد و کنت لله طائعا ولجدك محمد صلی الله علیه و آله تابعا ولقول ابیک سامعا و الى وصیت اخیک مسارعا ولعماد الدین رافعا وللطغيان قامعا وللطغاة مقارعا وللأمة ناصحا وفي غمرات الموت سابحا وللفساق مكافحا وبهجج الله قائما وللإسلام والمسلمين راحما وللحق ناصرا وعند البلاء صابرا وللدين كالئا وعن حوزته مراميا تحوت الهدى وتنصره وتبسط العدل وتنشره وتنصر الدين وتظهره وتكف العابث وتزجره وتأخذ للدني من الشريف وتساوي في الحكم بين القوي والضعيف كنت ربيع الأيتام واسمة الأنام وعز الإسلام ومعدن الأحكام وحليف الإنعام سالكا تراوغ جدك وأبيك مشبها في الوصية لأخيك وفي الذمم. عالم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، سلام بر پاره تنشون، جوان اول کربلا، مؤذن کربلا، جوان رشید امام حسین حضرت علی اکبر علیه السلام و سلام به همه کسانی که امشب در روضه حضرت علی اکبر اشک از چشمانشون سرازیر. خیلی خیلی ممنونم که دارین دل میدید به برنامه خودتون. یاد خدا در شب 8 محرم الحرام، شبی که هیئت ها و تکیه ها و حسینیه ها یاد میکنن از حضرت علی اکبر، روضه علی اکبر میخونن. زنان و مردان مثل کسانی که جوان خودشون رو از دست دادن برای حضرت علی اکبر گریه میکنن و اشک میریزن. امشب هم با افتخار خدمت حجت الاسلام و المسلمین هدایت عزیز و نازنین هستیم و انشالله مباحث دو شب گذشته رو پی خواهیم گرفت. آقا سلام علیکم، عرض تسلیت قبول بشه. سلام خدمت شما، خدمت همه عزیزانم.
خصوصا جوانان خوب، جوانان علی اکبری داره که امام حسین علیه السلام واقعا به این جوانشون خیلی افتخار میکردن. آره. من از نوع سیره امام حسین متوجه میشم که حضرت علی اکبر همیشه همراه پدر بودن و پدر به این همراهی رو خیلی دوست داشتن انگار. از اون ابتدایی که حضرت تو مدینه بودن و یزید دستور میده که از حسین بیعت بگیرید، تو مقاتل داره حضرت با جوانشون علی اکبر رفتن تو کاخ فرماندار مدینه و بعد علی اکبر فرمودن همچنین حضرت ابوالفضل عباس که شما بیرون باشین، اگر اتفاقی افتاد وارد بشین. تو بین مسیر هم حضرت علی اکبر کنار امام حسین بودن. یه جایی حضرت فرمودن پسرم این قوم، این کاروان به سمت مرگ داره میره، نظرت چیه؟ حضرت فرمودن که الاسنا علی الحق، بابا جان بر حقیم دیگه. حضرت فرمودن که به ابی انت و امی، بلا به ابی انت و امی، بله بابا جان جانم فدای تو بشه. حضرت فرمودن اذن لا نبالی بالموت، بابا هیچ قصه نخور، ما عاشق شهادتیم، عاشق مرگ. این تربیت امام حسینی و مکتب امام حسین رو بذارید در کنار تربیت شاگرد امام حسین، یعنی حضرت ابراهیم خلیل. دقیقاً داشتم به همون فکر. انی ارا فی المنام انی اذبحک، من در خواب دیدم که تو رو دارم باید ذبح بکنم. فنظر ماذا تری، پسرم نظرت چیه؟ همین مکالمه اتفاق افتاده برای امام حسین. حضرت اسماعیل میفرماید که بابا جان افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، بابا انجام بده، ما هم ان شاء الله صبر میکنیم. این ادبیات رو بذار کنار از علی اکبر. اذن لا نبالی بالموت، اذن، این اذن رو اگه کسی بفهمه یعنی ما به محض اینکه توی جبهه حق باشیم ما آماده، ما شهیدیم، ما آماده شهادتیم، جان بر کف داریم. ستجدنی ان شاء الله اینا نداره. و جوانان خوب عاشورایی که الان دارن این برنامه رو دارن میبینن و حالشون همین شکلیه، یعنی آماده شهادت پای رکاب امام زمان در مسیر اهداف نظام انقلاب اسلامی و امام زمان، واقعا حاضرن جان بر کف آماده شهادت هستن. در خدمتتون هستم. خدمت از ماست. حالا اینه که میفرمودید من یاد اون ندیدیم که شنیدیم خوندیم، ولی وقتی تصویر سازی میکنیم میبینیم امام حسین چه کیفی میکرده وقتی حضرت علی اکبر جلوشون راه میرفتن، شمشیر میزدن، چون خودشون امام صادقه. امام صادق فرمودن، از حضرت سوال کردن بالاترین لذت یک پدر چیه؟ حضرت فرمودن جوانش رو بزرگ بکنه، جوان جلوش راه بره، پدر لذت میبره. من نگویم تو ای ماه مرا، لیک قدری بر من راه برو. حالا هممون تجربه داریم. من پدرم خدا بیامرز، حالا میدید یه موقعی تو هیئتی ما یه زمزمه‌ای میکنیم، یه جایی مثلا یه موفقیتی میدید یا اصلا توی فامیلی تو هیئتی اینا به دیگران با دست نشون میداد اینه پسر من و اینا. پدرها همشون همینطوری هستن، یعنی اولین نگاهی نظر آیسن منه، یعنی که تقریبا یقین کردن که این پسری بر نمیگرده. بعد محاسن شریفشون رو بالا گرفتن. این نشانه اضطرار یه پدره، پدری که دیگه میدونه پسرش بر نمیگرده. اللهم اشهد فقط برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک، یعنی من حسین که عاشق پیغمبر بودم تمام پیغمبر رو فرستادم. خود شاهد باشه. این جملات امام حسین یعنی خدای من دیگه هیچی ندارم، تمام سرمایه‌مو فرستادم. آره میخواستم همینو بگم که فرمودیم که یه وقت یه پدر معمولی یک پسر معمولی رو میبینه کیف میکنه قد و بالاش، یه وقت امام حسینه و داره رسول خدا رو در این قامت میبینه. این خیلی تفاوت داره. بسم الله، هر جور سلام میدونید ادامه بحث گذاشته. جملات پایانی بله. یک امام بیانگر کل پیام و اون نکته‌ای که از این زندگی و امامت خودش میخواد به عالم برسونه. مثلا نکنین امیرالمؤمنین آخرین جمله‌ای که فرمودن فستو بود. فستو و رب الکعبه، متولد کعبه، آخرین جملهش هم عبارت کعبه است، توحیده.
بعد همه زندگی امیرالمؤمنین سلوک الله، قرب به خداوند متعال به واسطه بندگی، اشهد ان علی ولی الله، مقرب ترین بنده به خداوند متعال، متصل به خداوند متعال امیرالمؤمنین. همین امیرالمؤمنین خلاصه زندگیش رو تو آخرین جمله، تو پیام آخر بیان میکنه، میگه فزتو. عرب وقتی دونده به اون نقطه نهایی میرسه، به اون قله میرسه، به اون مقصد میرسه، میگه لقد فازه. تو روایت داره ظاهر امام حسین از منزل که خارج میشه، کتبه الله من المفلحین. فلاح این دانه گندم رو که تو خاک میذارن، کشاورز مواظبت میکنه استعدادهای دانه به فعلیت برسه، دانه رشد بکنه. به اون کشاورز عرب میگه فلاح. این فلاح داره دانه رو به فلاح میرسونه، به رشد میرسونه. خب کسی که از خانه میاد بیرون به عشق امام حسین علیه السلام داره رشد میکنه. به محض اینکه میرسه به امام حسین، کتبه الله من الفائزین، میگه تو دیگه به مقصد رسیدی. امیرالمؤمنین وقتی ضربه خوردن فهمیدن دیگه به مقصد رسیدن، مقصد من این بود. خب امام حسین خلاصه زندگیشون تو کلمات آخر بیان میکنن. رو زمین افتاد، گفت چی؟ فرمود چی؟ بسم الله و بالله. داره امام سجاد این کف دستشون رو گرفتن زیر جنازه پدر. من متن مقتل رو دارم میخونم. و کلنا قد اجتهدنا علی ان نحرک عضوا من اعضائه. بنی اسد اومدن شکایت کردن به امام سجاد، آقا هر عضوش رو بلند میکنیم معذرت میخوام، ببخشید نمیتونیم بدن رو جمع بکنیم. فبکا بکاء شدیدا. امام سجاد تا این جمله را از بنی اسد شنیدن بلند گریه کردن. فقال علیه السلام معی من یعیننی. شما دیگه برید، عالم و ملائکه هستن منو کمک بکنن، من خودم این کارو انجام میدم. لذا متکفل امر پدر شدن به تنهایی. فبسط کفیه تحت ظهره الشریف. حضرت دست مبارک رو آوردن زیر کمر ابا عبدالله الحسین. بعد این جمله رو فرمودن بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. اون موقعی که حضرت با صورت به زمین افتادن همین جمله رو فرمودن. امام سجاد جنازه پدر رو بلند کردن همین جمله. پس برای این جمله مهمه. ما این جمله رو تطبیق دادیم با بسم اللهی که باعث حرکت سفینة الحسین شد، که گفتیم یکی از پیام‌های عاشورا اینه کشتی امام حسین داره حرکت میکنه، مردم خودتون رو برسونید. پیام عاشورا پیام حرکته، یعنی من زمینه رو فراهم کردم، جبهه حق و باطل روشن شد، اهداف، شعارها، همه چی روشن شد، حالا تو بیا با من همراهی بکن، بیا خودتو به این کاروان برس. شاخص ارائه شد، معیار ارائه شد، حالا خودتو تطبیق بده، حالا خودتو برسون به این کاروان. خب یه جمله دیگه، حالا به نظرم وقت تموم شد، بریم برگردیم. ما می‌خوایم روی این جملات حساسیم، جملات پایانی. خیلی خوب، خیلی هم عالی، دست شما در نکنه. با آنچه که تا به حال فرمودن یه تأملی داشته باشیم و برگردیم و ادامه فرمایشاتشون رو بشنویم و استفاده بکنیم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم که دارین تماشا می‌کنید یاد خدا رو در شب 8 محرم الحرام. در واقع تبیین این موضوع که چرا کل یوم عاشورا و چرا کل ارض کربلا با استفاده از کلمات و عبارات پایانی امام حسین علیه السلام رو دارن توضیح میدن و استفاده میکنن. داره امام حسین علیه السلام 3 تا وداع داشتن. این موضوع مهمه. ما الان هی داریم حساسیت خودمون رو روی کلمات و پیام‌های پایانی امام حسین داریم خرج میکنیم برای اینکه بتونیم این پیام‌ها رو با دقت موشکافی بکنیم، خوب پیام رو اخذ بکنیم، ادامه راه رو بریم. تو وداع امام حسین باید حساس بشیم. کلماتی که حضرت فرمودن، میدونید حضرت 3 تا وداع داشتن. وداع آخرش رو ابن شهرآشوب توی جلد 4 صفحه 85 جور بیان میکنه. حضرت وارد خیمه امام سجاد شدن. دیگه اون خیمه‌ای که تنها مرد کاروان اونجا هستش. حضرت نشستن. عین عبارت اینه، حضرت امام سجاد خودشون تکیه دادن به عمه جانشون از زینب.
چون میدونید عمه بالا سر این آقاست دیگه. حضرت امام سجاد به عمه فرمودن کمکم بکن من جلو پدر بشینم، بتونم بشینم. احترام. آقای قوامی توی این صحنه احترام ها خیلی عجیبه. داره که حضرت امام حسین داشتن قرآن میخوندن، زینب کبری وارد شد، تمام قامت بلند شد. آره. یا اختی لا تنسینی فی صلات الله. خواهر جان منو فراموشم نکن توی نماز شب تا. ببین چجوری با احترام با هم صحبت میکنن. سری به خیمه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. من همیشه میگم یه آقایی که داشت قرآن میخوند جلو خواهر بلند شد، تو گودی قطعگاه هم سر داشت قرآن میخوند. ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. خواهر اومد بلند شد رو نیزه. اینجوری سیرشون. علی کل حال حضرت امام سجاد نیمخیز جلو پدر بلند شدن، توان نداشت تو این بدن. تا امام حسین علیه السلام دیدن پسرشون بلند شدن، حضرت نشستن جلو پسر، می‌خواستن وصیت بکنن. اما پسر شروع کرد بابا جان عین اخی الاکبر، داداش بزرگم کجاست؟ حضرت فرمودن لقد استشهد، داداشت به شهادت رسید. عین عمی العباس لقد استشهد، عمو جانتم به شهادت رسید. داداش کوچیکم علی اصغر اونم به شهادت رسید، 6 ماه هم به شهادت رسید. یه مرتبه امام حسین خواستن خیال امام سجاد راحت بشه دیگه، سوال تمام بشه، فرمودن پسرم غیر از من و تو این کاروان هیچ مرد دیگه ای نیست. آتشی به دل امام سجاد میفته. بعد حضرت شروع کردن وصیت کردن. پسرم آخرین جملات رو فرمودن، بلند شدن رفتن بیرون خیمه، نگاه کردن دیدن حال امام سجاد منقلبه، جان داره از بدنش خارج میشه. اشاره کردن به عمه جانشون، عمه جان شمشیرمو بیار منم برم، نمیتونم. اینجا بود امام حسین علیه السلام برگشتن. فرمودن پسرم خدا اراده کرده تو بمونی، امام بعد امام حسینه، اما پسرم یا ولدی یا علی. این جملات ثبت شد تو تاریخ، این جملات ما رو زنده نگه داشته. بنا ما هم جان از بدنمون خارج میشد. حسین فاطمی اینجوری شهید شد. ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام. این چیزی که ما رو نگه داشته بعد عاشورا این جمله است، یا ولدی یا علی والله لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی. پسرکم به خدا خون من از جوشش نمیفته تا لحظه ای که مهدی ما قیام میکنه. یبعث الله یعنی مهدی مبعوث میشه، قیام میکنه. تا اون موقع خون من تو جوششه. خون من تو جوششه یعنی چه؟ ان للحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. این حرارت اینو جوششه. هر جای تاریخ که باشی، هر جای این دنیا که باشی، تو ذره پیام عاشورا رو حس بکنی قیام میکنی بر علیه ظلم. همین چند هفته پیش بود، چند ماه پیش بود، این جوانان با فطرت عاشورایی دنیا، من اینو میگم آیه آسترضای قوامی، بعضیا ناراحت نشن آقا اینا که امام حسین نمیفهمن. عزیز دلم من که میگم فطرت عاشورایی در فطرت پاک همه عالم حب الحسین هست. یه بهانه‌ای میخواد که این فطرت زنده بشه. هر جای عالم تو باشی و ذره‌ای به یه بهانه فطرتت بیدار بشه، برمیگرده تو خیمه امام حسین. لذا پیام رهبر عزیزمون این بود، جوانان تاریخ شما تو طرف درست عالم وایسادید. الان دارید من بخوام این تفسیر بکنم اینه، دارید نزدیک میشید به خیمه حق، دارید نزدیک میشید به خیمه امام حسین. الان تو لشکر حقین و لشکر امام حسینین. آفرین. اونایی که آرزو میکردید کاش میبودید. آفرین. و از اینجاست که پیام عاشورا باید به این جوان منتقل بشه. جوان حالا دیگه حقو خوب بشناس، توی حقت ثابت قدم باش، دیگه بر نگرد به سمت یزیدیان. متوجه شدی؟ پس این خون زنده است. ما همه حرفمون تو پیام‌های آخر عاشورا یکیش اینه، آی مردم عالم خون من زنده است. هیچ وقت احساس نکنین حسین رفت، حسین هست. و
تمام تلاش شما برای جبهه حق در واقع یاری یک امام زنده حی و حاضر به نام خون ابا عبدالله الحسین. من خب یه ادعا بکنم، یه ادعایتون باشه، یه جمله امام خمینی دارن، یعنی این خون سید الشهداست که خونهای ملت‌های مسلمان را به جوش می‌آورد. آفرین آفرین. و اوج این خون الان در وجود مقدس آقا جانمون امام حی و حاضر امام زمانه، آخرین فرزند معصومه. احسن. آقا جان لئن اخرتن الدهور و آقنی ان نصر کل مقدور لاندبنک صباحا و مساء لو کان معک فی الطفوف. آقا من تو کربلا بودم، با شمشیر از تو حمایت میکردم. آقا امروز که من الان کربلا نیستم، با گریه دارم تو رو یاری میکنم. این میشه چی؟ یعنی امام حسین برای امام زمان زنده است و امام زمان خودش رو تو خیمه امام حسین داره میبینه و جریان تاریخ رو اینجوری تماشا میکنه. آقا جان کار تو رو من میخوام تمام بکنم. فلسفه غیبت هم اینه، یاران عاشورایی تو تربیت بشن، کار رو با من تمام میکنن. بذار یه جمله عرضم تمام. قافله عشق در سفر تاریخ است، شهید آوینی میگه، خدا رحمتش بکنه. و این تفسیری است بر آنچه فرموده اند کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. احسن. آقا خیلی ممنون. حظ بردیم اجرتون با حضرت حجت. چون شب حضرت علی اکبره، برای اینکه اسم ما رو بنویسن جزو ذاکران و مداحان حضرت علی اکبر، یه جمله از حضرت آیت الله مرعشی نجفی خیلی عجیب بود برای من. این جمله خیلی کیف کردم، بخونم با شما خداحافظی بکنم. ایشان دیگه از بزرگی عظمت حضرت آیت الله مرعشی نجفی من نگم، میدونین، نوشتن که بر هیچ اندیشمند با وجدان و با وجدانی شرافت بزرگزاده آن خاندان کرامت، یعنی سرور ما ابوالحسن علی اکبر پوشیده نیست. آن یگانه دوران، اسوه عقل و فضیلت، اعجوبه روزگار، آینه تمام نمای پیامبر، شهید کربلا، فرزند ریحانه رسول خدا، پاره جگر و آرام جان امام حسین، سالار شهیدان بود که جانم فدای او و یارانش باد. علی اکبر شاهزاده است که مادر زمانه از آوردن چون او دیگر عقیم است. او از خاندانی است که خدای تعالی قدرت خود را در سیرت، منطق، گفتار و مکارم اخلاق او نشان داد. هدیه به روح مطهر و مقدسشون صلوات میفرستیم و با شما خداحافظی می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. فردا شب تاسوعاست، ان شاء الله اختصاصی خدمت شما خواهیم بود. التماس دعا یا حق. خداحافظ. آقا ممنون.